سلام علیکم. بر کلمه رسال حق، من علی هستم از ایران. خداوند از شما راضی باشد. من میخواهم به این شیعان برادر که اینا قبر پرست میکنن، اینا از خدا هیچ طلبی نمیکنن، چرا از مرده طلب میکنن؟ اگه این مرده ها میتونن خودشون از قبر دورن میکنن، مثلا فلان یا امام علی یا مثلا امام حسین. مگه خداوند در قرآن کریم نگفته است من از شاه گردن شما به شما نزدیکترم؟ این پیام من برای تمام برادران شیعه است. ممنون. خداحافظ.